دیدار سعداللهیف یکی از عکسبرداران شناخته کشور است که عکسی از بینای پارلمان و حکومت کشور برداشته او در آزمون برگزار کرده سفارت چین در دوشنبه و امیدخوار رمز دوستی چین و تاجیکستان بینای حکومت و بینای پارلمان تاجیکستان بهترین دانسته شد. مراسم جنبسته آزمون در سفارت چین در دوشنبه با حضور سی شومین سفیر چین، مسئولین امیدخوار و مهمانان زیاد برگزار گردید. که این یکم آزمونی که من اشتراک میکنم غالب میبیام، خیلی این آزمونا بسیارتر شد، بسیار خوب میشد، آدم کار ایجادیش با رونق میتید، با از این یک موتیواسیون میشه آدم بعد دیگران با ایجادکارا هم فتوان عکس برداری دیگران با هم بعد کار خودشون رو فعالیت خودشون با زیادتر میکنن، بعد بالای خود بسیار کار میکنن که صورتهای خوب گیرن و نوارای خوب گیرن. هدف برگزاری این آزمون نمایش زیبایی بیناهای نو پارلمان و حکومت تاجیکستان است که با کمک چین بنیاد شده است. این دو بنا از معماری‌های زیبا در آسیای میانه دانسته می شود. از این خیلی خوشحال هستم که اشتراک نمودم و عکس‌های من هرچند که جای اول رو نگرفتن ولی جای نمونوی رو گرفتن. در این آزمون بیش از 20 عکسبردار اشتراک کردند و 10 نفر آنها صاحب دیپلم و تحفه پولی شدند. برای جای یکم به 1 نفر 10,000 سومانی، برای جای دوم به 3 نفر متناسباً 5,000 سومانی و برای جای سوم به 6 نفر متناسباً 3,000 سومانی تحفه کردند. و 20 نفر دیگر دیپلم و تحفه تقدیم کرده شد. امام علی سعیدزاد، آسیا پلوس.